پسر بچه به طور تصادفی توپ فوتبال را از داخل اتوبوس به بیرون پرتاب کرد. زنی متوجه این موضوع شد و با یک ضربه توپ رو دوباره به سمت اتوبوس فرستاد. به طور معجزه‌آسایی توپ یک قوس کاملا دقیق طی کرد و دوباره در دستان همان کودکی که داخل اتوبوس نشسته بود فرود آمد. تکنیک بی‌نقص او همه حاضران را شگفت‌زده کرد. در همان لحظه یک مربی فوتبال که این صحنه را دیده بود سریع به سمت او رفت و از زن دعوت کرد که به عنوان مربی کمکی به تیمش بپیوندد. زن در ابتدا می‌خواست این پیشنهاد را رد کند، اما وقتی دید تیمی که در گذشته او را اخراج کرده بود قهرمان لیگ شده است، روحیه مبارزه‌اش دوباره شعله‌ور شد و فوراً دعوت مربی را پذیرفت. اما وقتی بازیکنان فهمیدند که او مربی کمکی است که قبلا از تیم دیگری اخراج شده، خیلی زود به توانایی‌هایش شک کردند. برای اینکه بازیکنان واقعاً به او احترام بگذارند، از کادر فنی خواست یک تخته هدف با 3 سوراخ بیاورند. سپس تخته را در فاصله 500 فوتی قرار دادند. زن یک ضربه قیچی برگردان زد و توپ را دقیقاً از کوچکترین سوراخ تخته عبور داد. این حرکت کاملاً بازیکنان را متقاعد کرد. در همان لحظه رئیس سابق او به صحنه رسید و با تمسخر گفت که مربی که اخراج شده فقط می‌تواند بازیکنانی را تمرین دهد که هرگز نمی‌توانند در صحنه‌های بزرگ موفق شوند. زن از شنیدن این حرف عصبانی نشد، فقط گفت که در مسابقه فردا حتما تیم او را شکست خواهد داد. مرد همچنان مغرور باقی ماند و حتی گفت اگر زن ببازد باید برای همیشه دنیای فوتبال را ترک کند. زن فقط با لبخندی تحقیرآمیز پاسخ داد. به زودی مسابقه آغاز شد. تیم او درست بعد از شروع بازی به راحتی یک گل زد. او فکر کرد پیروزی به سادگی به دست خواهد آمد، اما ناگهان کاپیتان تیم حریف به بازیکنانش اشاره کرد که با تمام توان بازی کنند. از آن لحظه به بعد تیم او دیگر نتوانست گل بزند. در عوض تیم حریف سبک بازی خود را تغییر داد و پشت سر هم گل زد. زن از کنار زمین فوراً متوجه شد که حریفانش تاکتیک‌هایشان را فهمیدند. چیزی که او نمیدانست این بود که مالک تیم حریف برای تحقیر او مخفیانه یکی از اعضای تیمش را رشوه داده و تاکتیک‌هایشان را لو داده بود. وقتی فهمید مشکلی وجود دارد، سریع استراتژی را تغییر داد و به بازیکنان گفت از تکنیک‌های استفاده کنند که مخفیانه تمرین کرده بودند. با شروع نیمه دوم، تیم قدرت واقعی خود را نشان داد و پشت سر هم گل زد و فاصله را کم کرد. اما تیم حریف شروع به خطاهای عمدی کرد. بدتر از آن، داور طوری رفتار می‌کرد که انگار چیزی ندیده و سود نمی‌زد. همین باعث شد حریفان تهاجمی‌تر شوند و دوباره اختلاف گل را بیشتر کنند. در نهایت یکی از بازیکنان به خاطر خطای حریف مصدوم شد و تازه آن موقع داور سود زد و بازی را متوقف کرد. وقتی بازیکن مصدوم را از زمین بیرون بردند، وضعیت تیم بسیار بدتر شد. آنها دیگر بازیکن ذخیره‌ای نداشتند. تنها 9 دقیقه تا پایان نیمه دوم باقی مانده بود و برای پیروزی به حداقل 5 گل دیگر نیاز داشتند. در حالی که حریفان آنها را مسخره می‌کردند و زن نگاه‌های پر از عزم بازیکنانش را می‌دید، تصمیم گرفت خودش زمین شود. اما زدن 5 گل در 5 دقیقه پایانی کار ساده‌ای نبود. حتی گزارشگران مسابقه هم معتقد بودند پیروزی حریف قطعی است. با این حال وقتی زن وارد زمین شد، توانایی شگفت‌انگیز پرشش را نشان داد. او مثل برق در زمین حرکت می‌کرد و به راحتی از مدافعان عبور می‌کرد. وقتی حریفان این را دیدند، به همه بازیکنانش دستور دادند جلوی او را بگیرند. زن که از هر طرف محاصره شده بود، ناگهان به هوا پرید و با تمام قدرت به توپ ضربه زد. این شوت همه حاضران را شوکه کرد. قدرت ضربه آنقدر زیاد بود که حتی دروازه‌بان حریف با تمام تلاشش نتوانست آن را مهار کند. در نهایت زن این گل باور نکردنی را ثمر برد.